سال 2013 در حالی که کشورهای عراق و سوریه از وضعیت سیاسی و امنیتی درست درمونی برخوردار نبودند، گروهی افراطی به اسم دولت اسلامی از آشوب‌ها و جنگ‌های داخلی موجود تو این دو کشور نهایت استفاده رو کردند و در کمال تعجب تنها در عرض یک سال نیمی از سوریه و عراق رو به اشغال خودشون درآوردن. سال 2014 در حالی که داعش تو اوج قدرت قرار داشت و تونسته بود با موفقیت شهرهای مهمی مثل موصل عراق و رقه سوریه رو تصرف کنه، تو مسجد جامع موصل شخصی به اسم ابوبکر البغدادی برای اولین بار مقابل دوربین ظاهر شد و خودش رو به عنوان خلیفه مسلمین معرفی کرد. بغدادی تو این سخنرانی از تمام مسلمین سراسر جهان میخواست که سریعا خودشون رو به عراق برسونن و باهاش بیعت کنن. تو این لحظه توجه تمام سازمان‌های بزرگ اطلاعاتی که با داعش در حال نبرد بودند به طرف بغدادی جلب شد و رقابتی بزرگ بین کشورهای حاضر تو منطقه به وجود اومد. از روسیه گرفته تا آمریکا، از ترکیه گرفته تا ایران، همگی در تلاش بودند تا زودتر از بقیه رد بغدادی رو بزنن و با کشتنش تو عرصه جهانی قدرت نمایی کنن. بعد از این بغدادی بارها و بارها توسط نیروهای روسی، آمریکایی و عراقی مورد حمله قرار گرفت، اما اون هر بار در کمال تعجب تونست جون سالم به در ببره و با زنده موندنش لرزه به جون جهانیان بندازه. و امروز تو این ویدیو خواهیم دید که چطور پسری که روزی عاشق فوتبال بود و تمام اتاقش رو پوسترهای مارادونا احاطه کرده بودند، در نهایت به بزرگترین تروریست جهان تبدیل شد، به طوری که بازوانش تو چندین کشور مختلف بیش از 90 عملیات تروریستی انجام داده بودند و در نهایت با جزئیات خواهیم دید که چطور و کجا کشته شد. مطمئنم اطلاعاتی که تو این ویدیو منتشر میشه رو تا به حال هیچ جا ندیدید، پس بهم اعتماد کنید و تا انتهای ویدیو همراه من باشید. لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه. He died like a dog. He died like a coward. بهذه الأمانة أمانة ثقيلة. داستان امروز ما کمی این طرفتر از ایران تو سال 1971 از شهر سامرای عراق شروع میشه، جایی که پسری به اسم ابراهیم عواد البدری توی خانواده متوسط رو به پایین سنی تبار به دنیا اومد. پدرش عوض ابراهیم یه انسان مومن و متدین بود که هر وقت کاریش داشتی میتونستی تو مسجد سنی های نزدیک محلشون پیداش کنی. ابراهیم البدری یه مقدار که بزرگتر شد به ورزش فوتبال علاقه شدیدی پیدا کرد، تا جایی که تمام اتاقش رو پر کرده بود از پوسترهای مارادونا و بیشتر اوقات فراغت خودش رو تو زمین فوتبال با بچه‌های همسایه میگذرون. ولی چون باباه دوست داشت بچهش مومن و سر به راه بار بیاد، هر از گاهی هم با خودش بچه رو برمی داشت میبرد مسجد. این چیزایی هم که دارم میگم و یه بخشیشو شبکه خبری DW نیوز منتشر کرده. یعنی اینطوری که یه گزارشگر فرستاده تو محل زندگی ابوبکر البغدادی و با پرسجو از دوست و همسایه تونسته این اطلاعات رو جمع آوری کنه. یه بخشش هم از طریق مصاحبه های افراد نزدیکش. پس خلاصه زندگی ابوبکر البغدادی تو دوران کودکی به دو بخش تقسیم میشد: فوتبال و مسجد. دوستای دوران مدرسه‌اش گفتن که اون یه بچه ساکت و گوشه‌گیری بوده و وقتایی هم که قرار میذاشتیم بریم پیکنیکی چیزی، اون نمیومد و میرفت مسجد. تو مسجد هم هر وقت که تلاوت قرآنینا انجام میشد، ابراهیم عواد با صوت خوبش نشون میداد که دستی بر آتش داره. واسه همین اهالی مسجد خوششون اومد و با همون سن کمش کردنش مسئول قرائت قرآن. یه مقدار که جوانتر شد، رگه‌هایی از افراطی بودن توش نمود بیشتری پیدا کرد. وقتی تو در و همسایه میدید یکی خیلی قوانین اسلامی رو رعایت نمیکنه، سری میرفت و شروع میکرد به نصیحت کردنش. یه همچین حالتی که دوست عزیز میدونستی این تتویی که رو بازوت زدی خلاف شریعت اسلامیه؟ میدونستی وقتی سیگار میکشی بوی دهنت فرشته ها رو فراری میده؟ و کلی از این میدونستی های جور با جور. فوتبالش هم بدک نبود، اما چون یه مقدار مشکل بینایی داشت اونطور که باید نمیتونست توش پیشرفت کنه. همین ضعف بینایی یکی از دلایل مهمیه که جوان داستان ما از پیشرفت تو فوتبال دلسرد میشه و تمرکزش رو روی علاقه دومش یعنی آموزش علوم اسلامی میذاره. کارنامه دیپلمش هم نشون میده که درسش بدک نبود. درسته که تو دستخط خرچنگ قورباغه‌ای کارنامه خیلی چیزی مشخص نیست،
اما حداقل به وضوح میشه دید که بجز درس زبان انگلیسی بقیه رو بالای 70 آورده. ریاضیاتش هم که بالای 98. دیگه چی میخواید از بچه؟ همین نمرات نسبتاً بالا امیدوارش کرده بود که بره تو رشته حقوق ادامه تحصیل بده. ولی وقتی نتیجه کنکورش اومد دید که فقط تو رشته مطالعات اسلامی رتبه آورده، اونم تو دانشگاه صدام حسین بغداد. اینجا بود که با خودش گفت نه، مثل اینکه تو طالع ما مسیر اسلامی نوشته شده، پس حالا که اینطوره باید برم و تهشو در بیارم. وقتی هم تحصیلاتو شروع کرد به مشکل مالی خورد و دید دانشگاه همینطوری کشکی نیست و خرج داره. واسه همین رفت تو همون مسجد محلشون و تدریس قرآن و امام جماعتی رو شروع کرد تا بتونه در کنار تحصیل یه پولی هم دراره بلکن اموراتش بگذره. همونطور که گفتم بغدادی همیشه یه بچه کمرو و خجالتی بود و این تو تمام زندگیش یکی از نقطه ضعفاش به حساب می اومد. اما همین نقطه ضعفش با ورود به محیط مذهبی تبدیل به نقطه قوتش شد. یعنی آدمای مذهبی تو مسجد وقتی میدیدن این چقدر کم حرف، با انضباط و با متانت، جذب شخصیتش میشدن. از اون طرف هم مدام تحصیلاتش رو تو دانشگاه ادامه میداد و دانشش تو این زمینه بیشتر و بیشتر میشد. در کل میشه گفت اهالی مسجد از کوچیک گرفته تا بزرگ احترام خاصی براش قائل بودن. خلاصه آقا ابراهیم یه چند سالی رو با همین رویه گذروند تا اینکه با کلی تلاش و کوشش تونست تو 27 سالگی دکترای متون اسلامی رو بگیره و فارغ التحصیل بشه. در حین تحصیلم با دختری به اسم اسما محمد آشنا شد که اتفاقا اونم دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اسلامی بود. بعد از فارغ التحصیلی هم با همین اسما محمد تو سال 1999 ازدواج کرد و در و تخته با هم جور شدن و رفتن تو محله‌ای به اسم توبچی بغداد زندگی جدیدشون رو شروع کردن. محله توبچی از محله‌های قدیمی بغداد به شمار میاد که ظاهراً عثمانی‌ها این اسم روش گذاشتن و اون زمونا توپخونه هاشون اینجا نگهداری میکردن. حالا دیگه ما با توجه به این دو ویدیو میدونیم در حین اینکه این دو یاکریم عاشق زندگی جدیدشون رو تو توبچی شروع کردن، کمی این طرفتر تو پاکستان و افغانستان دو تا از تروریست های بزرگ و مطرح جهان یعنی ابو مصعب الزرقاوی و اسامه بن لادن در حال قدرتمند کردن گروه‌هایی مثل القاعده هستن. علاوه بر این بن لادن سالیان سال بود که نقشه عملیات 11 سپتامبر رو طرحریزی میکرد تا اینکه در نهایت سپتامبر سال 2001 با سقوط برج‌های تجارت جهانی آمریکا تو همون سال به بهونه مبارزه با تروریسم به افغانستان حمله کرد و 2 سال بعدم به عراق. بهونه‌شون برای حمله به عراق این بود که رژیم صدام سلاح‌های کشتار جمعی داره و از گروه‌های تروریستی مثل القاعده حمایت میکنه. اشغال عراق تو سال 2003 زندگی ابراهیم رو تا حد زیادی دستخوش تغییر قرار داد و از این سال به بعد بود که وارد مسیر جدیدی شد. در حالی که تمام مناطق مهم عراق زیر آماج حملات آمریکایی ها قرار داشتند، ابراهیم و اسما از توبچی به سامرا مهاجرت کردند. اینجا دقیقاً همون جاییه که ابو مصعب الزرقاوی شرایط عراق رو قمر در عقرب میبینه و با ورودش به عراق شعبه دوم القاعده رو اونجا تأسیس میکنه. حالا دیگه من خیلی راجع به داستان زرقاوی و نحوه تأسیس القاعده تو عراق صحبت نمی‌کنم، چون تو این ویدیو مفصل راجبشون حرف زدیم. فقط در این حد میگم که زرقاوی با ورودش به عراق متوجه شد که بعد از سقوط حکومت صدام حسین و اشغال کشور توسط آمریکا بین سنی‌های افراطی خلأ قدرت وجود داره و با شعار مبارزه با آمریکا موفق شد جذب نیرو انجام بده و شعبه دوم القاعده رو تو عراق تأسیس کنه. زرقاوی اون زمان واسه خودش بروبیایی داشت و خیلی از جوانای افراطی و سلفی کشته مرده شخصیتش بودن. واسه همین فوج جوان بود که به صفوف القاعده اضافه میشد. تو حوالی همین سالهای 2003 تا 2004 که ابراهیم داستان ما مثل خیلی از جوانای سنی دیگه جذب شخصیت و روحیه مبارز زرقاوی میشه، ولی همچنان اونطور که باید افراطی نبود و هیچ جرم و جنایتی رو تا اینجا مرتکب نشده بود. فقط این بار وقتی به مساجد به عنوان امام جمعه سر میزد یه مقداری هم تشویقشون میکرد تا بر علیه آمریکایی ها دست به قیام بزنن. یه 15-20 نفری هم بودن که خیلی دور برش میپلکیدن و به حرفاش توجه میکردن. اینجاست که بغدادی هم کم کم تصمیم میگیره آستینا رو بالا بزنه و با همین 10-20 نفر گروه جدیدی به اسم جماعت اهل سنت رو تشکیل بده. با اینکه اهالی مسجد واسش احترام زیادی قائل بودن،
اما ظاهرا آنچنان استقبالی از گروهش نمیشه و در همون حد 20 نفر باقی میمونه. خیلی هم دوست داشت هر طور شده با زرقاوی ملاقات کنه، اما چون فعلا در حد و اندازه این حرفا نبود، تصمیم گرفت با گروه کوچیکش بعضی وقتا تو این گوشه کنارای شهر حملات محدودی رو بر علیه آمریکا انجام بده تا بعد ببینه چی میشه. اوایل سال 2004 یه روزی از روزاش که ابراهیم رفته بود به یکی از دوستاش تو شهر فلوجه سر بزنه، از بخت بدش نگو نیروهای آمریکا این دوستش رو زیر نظر داشتن و میریزن تو خونه و این فلک زده رو همراهش دستگیر میکنن. نیروهای آمریکایی درست یه روز بعد از اشغال عراق سری دست به کار شده بودن و یه زندان نظامی به اسم کمپ بوکا رو تو شهر بصره به پا کرده بودن تا محلی باشه برای نگهداری از ارتشی‌های رژیم بس و تروریست‌های سلفی. الان دیگه همین کمپ بوکا انتظار ابراهیم و دوستشو میکشید. حالا بیاین یه مقدار از محیط و شرایط حاکم بر کمپ بوکا براتون بگم. کمپ بوکا توی منطقه بیابونی قرار داشت و چون خیلی سریع و کار را بنداز باید ساخته میشد، به جای اینکه بیان سلولش کنن اومده بودن چادرش کرده بودن. یعنی زندانیا به جای قرار گرفتن تو سلولهای ساختمونی دائمی تو این چادرهای موقتی قرار می گرفتن. دور تا دور چادرها هم حصارهای بلند و برج‌های نگهبانی احاطه کرده بودن. در واقع تدابیر امنیتیش به حدی قوی بود که مایکل اسکافیل هم نمیتونست ازش فرار کنه، چه برسه به این مغزگردای سلفی. بین زندانیا هیچ تفکیکی صورت نمی گرفت. یعنی بین یه تروریست کارکشته با یه کسی مثل بغدادی که تازه اوایل مسیرش بود هیچ تفاوتی قائل نمی شدن و همه رو می ریختن توی چادر. نیروهای آمریکایی خواسته یا ناخواسته با این کارشون کمپ بوکا رو تبدیل به یه دانشگاه تروریستی ناب کرده بودن. نکته جالب توجه دیگه اینه که هر چادر یه رئیس یا به اصطلاح خودشون امیر داشت که بقیه موظف بودن به حرفش گوش کنن. تروریستم که باشی بالاخره باید یه جوری سازماندهی بشی دیگه. تو این بین آقا ابراهیم ما چون تحصیلات اسلامی بالایی داشت و اصول و قواعد امام جمعه بودن رو بلد بود، تو زندان کردنش مسئول برگزاری نمازها و خیلی سریع بین زندانی ها جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد. افراد زیادی از همسرانش گرفته تا دوست و آشنایان اعتقاد دارن که ورود به کمپ بوکا نقطه عطف زندگی ابراهیم به شمار میاد و زندان جاییه که اونو از یه فرد مذهبی به یه فرد رادیکال افراطی تبدیل کرده. همسر اولش اسما محمد تو مصاحبهش با شبکه العربیه میگه این خیلی مرد خانواده دوست و نرمالی بود و تا قبل از اینکه بیفته زندان من هیچ رفتار مشکوک و عجیبی ازش ندیده بودم، اما بعدش که آزاد شد کلی تغییر کرد. پس از اونجایی که بین زندانی ها به یه ارج و قربی رسیده بود، اینم میکنن امیر یکی از چادرها. تو هر چادر هم بین 10-15 تا زندانی زندگی میکردن. فرقی هم نمیکرد، بینشون میشد شیعه، سنی، سلفی یا بعثی پیدا کرد. یکی از همبندی های ابراهیم میگه اون بلافاصله بعد از امیر شدنش اومد تو چادر هر چی شیعه بود و بیرون کرد و گفت اینجا جای رافضی ها نیست، بزنید به چاک. رافضی هم به معنی ترک کننده است و چون شیعیان از خلافت ابوبکر و عمر فاصله گرفتند، سلفی ها از این عبارت براشون استفاده میکنن. اصطلاحی که اگر خاطرتون باشه زرقاوی هم تو نامش به بن لادن ازش استفاده کرده بود و میگفت ما هرچی بدبختی داریم زیر سر این رافضی هاست. بنابراین حالا زندان برای آقا ابراهیم بی هدف و گوشه‌گیر شده بود مثل یه دوره آموزشی فوق‌العاده برای کسب مهارت‌های رهبری و داشت برای آینده برنامه ریزی میکرد تا مثل الگوی زندگیش ابو مصعب الزرقاوی بشه. توجه کنید که یه آدم از کجا میتونه به کجا برسه. بچه‌ای که یه روز الگوی زندگیش مارادونا بود حالا داشت از یه جانی قاتل الگو برداری میکرد. حتی تو کمپ هم میگن مدام راجبش حرف میزد و دنبال یه راهی بود تا خودشو بیشتر به زرقاوی نزدیک کنه. این رویه هلوهوش 1 سال ادامه داشت و بغدادی روز به روز نفوذش تو زندان رو گسترش میداد. البته اینم بگم در طول این 1 سال بارها و بارها به وسیله نیروهای آمریکایی مورد بازجویی قرار گرفته بود، ولی هر بار که میرفت اتاق بازجویی میگفت من اصلا خبر نداشتم که دوستم پنهانی با گروههایی مثل القاعده ارتباط داره، فقط رفته بودم بهش یه سری بزنم که اشتباهاً منم دستگیر کردید. بازجوهای آمریکایی اونطور که خودشون میگن انگار واقعا دستشون به جای بند نبود و هر چی میگشتن نمیتونستن ابراهیم عواد رو به گروه یا سازمانی مرتبط کنن. برگه‌ای هم که تو صفحه میبینید اطلاعات مربوط به بغدادیه که روز اول ورودش به زندان ثبت کردن.
اطلاعاتی که نشون میده اون سنیه، از وضعیت جسمانی سالمی برخورداره و به جرم امنیتی دستگیر شده. اینم بگم که تو همین دوره زندانه که به خودش لقب ابوبکر البغدادی میده و زندانیان بیشتر به همین اسم میشناسنش. محیط زندانا اون موقع یه طوری بود که هر کی میرفت یه لقبی هم واسه خودش انتخاب میکرد. ما هم از اینجای داستان به بعد بغدادی صداش میزنیم. به هر حال یه 10-12 ماهی نگذشته بود که گفتن بیا برو رد کارت، مثل اینکه تو این کاره نیستی، و از کمپ به همراه یه سری از دوستان جدیدش آزاد شد. حالا با هویت جدید یه زندگی جدیدمون بیرون انتظارش رو میکشید. بغدادی بعد از آزادی دوباره گروه جماعت اهل سنت رو سرپا کرد، اما این بار یه چیزی با دفعه اول متفاوت بود و اون این که اعضای گروه از 20-30 نفر به هزاران نفر میرسید با منابع مالی و تسلیحات بیشتر. سازمان بغدادی تو مدت زمان کوتاهی به حدی بزرگ شده بود که بالاخره تونست با زرقاوی، خطرناکترین مرد اون دوران، ارتباط برقرار کنه و مورد تاییدش قرار بگیره. وقتی هم که زرقاوی تاییدت میکرد، یعنی به یکی از مهرهای کلیدی تو صحنه تروریسم تبدیل میشدی و قدرت زیادی رو به دست می آوردی. پس این ارتباط دلیلی شد تا اعضای جماعت اهل سنت هم برن زیر پرچم القاعده عراق. به نظرم یکی از دلایل پیشرفت سریع بغدادی و جلب رضایت افرادی مثل زرقاوی اون دانش و تحصیلات بغدادی تو زمینه متون اسلامی بود که هر کس میدید واقعا تو این زمینه‌ها حرفی برای گفتن داره جذبش میشد. زرقاوی مثل یه مگسی میموند که هر جا حس میکرد زخمی به وجود اومده میرفت میشست اونجا. بنابراین همونطور که خودش از ناآرامی‌های عراق برای گسترش نفوذ استفاده کرده بود، وقتی حس کرد مردم سوریه هم از حکومت ناراضی ان، به بغدادی مأموریت داد تا بره سوریه و اونجا جذب نیرو انجام بده. خود همسرش هم تو مصاحبه‌هاش میگه که بغدادی بعد از آزاد شدنش از کمپ بوکا رفتاراش عجیب و غریب شده بود و اون آقایی که باهاش مصاحبه میکنه میگه منظورت از رفتارهای عجیب و غریب چیه؟ و اسما جواب میده یعنی اینکه غیبت‌های طولانی مدتش شروع شدن. در واقع تو همین دورانه که اون تو سوریه به دستور زرقاوی به مأموریت‌های بلند مدت میرفت تا از طریق دانش و علمش تو این زمینه‌ها بتونه مخالفین بیشتری رو جذب سازمان کنه. صحبت ما الان از سال 2004 تا 2006 ایناست که بغدادی تازه از کمپ آزاد شده و داره جاپاشو سفت و سفت‌تر میکنه. بغدادی تو مسیری که پا گذاشته بود روز به روز پیشرفت میکرد تا اینکه از بخت بد تروریست ها نیروهای آمریکایی تونستن رد زرقاوی رو بزنن و تو سال 2006 با یه بمباران هوایی مخفیگاهش رو سرش خراب کنه. مرگ زرقاوی ضربه بزرگی رو بر پیکر القاعده وارد کرد، اما سازمان سریع ابو ایوب مصری و ابو عمر البغدادی رو جانشینش کرد. سلفی های عراق رو ابو عمر البغدادی رهبری میکرد و سازمان القاعده رو هم ابو ایوب مصری که از طرف بن لادن انتخاب شده بود. درسته که مرگ زرقاوی ضربه بزرگی محسوب میشد، اما باعث شد بغدادی یه پله به خلافت اسلامی نزدیکتر بشه و بعد از مصری و ابو عمر سومین مهره تاثیرگذار سازمان به حساب بیاد. سال 2008 در حالی که بغدادی تو سازمان صاحب مقام و منزلت شده بود، تصمیم گرفت دور از چشم همسر اولش اسما محمد با یه زن دیگه به اسم سجاد لیمی ازدواج کنه. اونطور که خود سجاد تو مصاحبه هاش میگه کلا 3 ماه همسر بغدادی بود. بعد که میفهمه این عضو القاعده است و با آمریکایی ها در حال جنگه و یه زن دیگه هم داره، میگه شوهر اول من سر همین کارا تو جنگ با نیروهای آمریکایی کشته شد. منم خیلی دنبال دردسر نیستم، پس تو رو به خیر و ما رو به سلامت. طلاقشو میگیره و میره لبنان تا دور از حواشی زندگی کنه. جالبه که وقتی لبنان بوده متوجه میشه از بغدادی باردار بوده و وقتی دختر بچه به دنیا میاد اسمشو میذاره هاجر. درسته که سجاد تو مصاحبهش گفته من کلا 3 ماه باهاش بودم و فکر میکردم استاد دانشگاهه، وقتی هم فهمیدم چی کار است ازش طلاق گرفتم، اما به نظر میرسه خیلی مبرا از این داستانا نباشه، چون هم شوهر سابقش، هم پدرش، هم برادراش و هم خواهرش یه جورایی به داعش مرتبط میشن و در حال حاضر یا کشته شدن یا تو زندانا دارن محکومیتشون رو سپری میکنن. خواهر سجا یعنی دعا در حال حاضر بیشتر از 15 ساله که تو اربیل عراق زندانیه، اونم به جرم اقدام به عملیات انتحاری.
با خواهرش تو زندان مصاحبه کردن. میگه من 15 سالم بود که ازدواج کردم، ولی شوهرم رو آمریکایی‌ها تو سال 2008 کشتن. این باعث شد من از روی حس انتقام و سن کمم عضو سازمان بشم. میگه بعد از استخدام به من گفتن باید این جلیقه رو بپوشی و بری نزدیک پادگان آمریکایی و 200 نفرشون از بین ببری. ولی من گفتم 200 نفر کمه، اگه میشه شرایطی رو فراهم کنید تا من بتونم در ازای شوهرم جون 1000 آمریکایی رو بگیرم. ولی بعدش دستگیر میشه و میفته تو زندان. دیگه خیلی از بحث استاد بغدادی دور نشیم، فقط خواستم یه مقدار بیشتر با زن دوم و خانوادش آشنا بشید. حالا وقتی یه 2 سالی میریم جلوتر و به سال 2010 میرسیم، میبینیم که 2 سازمان القاعده و دولت اسلامی با هم ترکیب میشن و از دلشون یه گروه واحد به اسم دولت اسلامی عراق بیرون میاد. اما خیلی از روی تأسیس دولت اسلامی عراق نگذشته بود که نیروهای آمریکایی و عراقی طی عملیات مشترک به مقر ابو ایوب مصری و ابو عمر البغدادی تو شهر تکریت حمله کردن و هر دو رو همزمان کشتن. با کشته شدن مصری و ابو عمر میدان برای خلافت ابوبکر بغدادی باز شد و اون در نهایت تونست سال 2010 و تو سن 39 سالگی به هدفش برسه و خلیفه دولت اسلامی عراق بشه. اما بغدادی گروهش رو تو سایه پیش می برد و به جز افراد دایره نزدیکش هیچ کس خبر نداشت که اون رهبر جدیده. آمریکایی ها هم از این بابت سردرگم بودن. اسما تو مصاحبه هاش اونطور که ادعا میکنه اگر دروغ نگفته باشه، میگه ما سال 2010 متوجه شدیم که این عضوی از سازمان دولت اسلامیه، اما اون حتی به من هم نگفته بود که حالا به عنوان رهبر گروه منصوب شده. و از سال 2010 به بعد بود که دوران یکجانشینی ما به پایان رسید و برای اینکه بغدادی محل اختفاش لو نره، ما مدام مجبور به جابجایی از این محل به اون محل، از این خونه به اون خونه و از این ماشین به اون ماشین تو بغداد بودیم. ولی مقر اصلی ابوبکر و فرماندهانش از سال 2010 تا 2012 محله تاجی بود و اون معمولا تو مقر تاجی فرماندهانی مثل ابو حسن المهاجر، ابو سیاف تونسی و ابو محمد العدنانی رو گرد هم می آورد تا نقشه ها و برنامه های دولت اسلامی برای آینده رو طرحریزی کنن. تو همین حین بغدادی یه گوشه چشمی هم به سوریه داشت، چون همونطور که گفتم قبلا برای مأموریت به اونجا اعزام شده بود و از دوران مأموریت به خوبی میدونست که شکاف‌های اجتماعی تو سوریه به شدت زیاده و هر لحظه امکان داره جنگ داخلی توش شروع بشه. در واقع یه سری از هسته‌های دولت اسلامی تو سوریه هم فعال بودن و منتظر فرصت میگشتن تا وارد عمل بشن، تا اینکه در نهایت پیشبینی‌های بغدادی درست از آب در اومد و مارس سال 2011 تحت تاثیر شرایط بد کشور و انقلاب‌های عربی تظاهرات‌های بزرگی تو استان‌های سوریه به راه افتاد و نیروهای دولت اسلامی هم همرنگ با جماعت دست به کار شدند. شرایط سوریه به حدی قاراشمیش بود که بشار اسد اصلا نمیدونست با کی طرفه. اینایی که در حال شورشن مردم عادی ان، ارتشی‌های از حکومت برگشتن یا تروریستای دولت اسلامی ان. ولی هر طور که بود با چنگ و دندون سعی داشت حکومتش رو حفظ کنه. البته فراموش نکنیم که تو چنین شرایطی کشورهایی مثل ایران، روسیه و حزب الله لبنان هم به کمکش اومدن، وگرنه که 100% کارش تموم بود. حالا شاید کنجکاو باشید که ایران و حزب الله این وسط چی میگفتن. بشار اسد متحد ایران بود، پس مسیری رو فراهم میکرد که جمهوری اسلامی بتونه سلاح و پول برای تقویت حزب الله رو از خاکش جابجا کنه. حالا اگه حکومت بشار اسد سقوط میکرد، این راه ارتباطی قطع میشد و دست حزب الله تو پوست گردو میموند. پس خلاصه تو سال 2011 جنگ داخلی تو سوریه به وجود اومد و نیروهای بغدادی از این شرایط استفاده کردن و 2 سالی رو به یارگیری و سازماندهی پرداختن تا اینکه سال 2013 رسما دولت اسلامی عراق تو سوریه هم اعلام حضور کرد و اسمش رو از دولت اسلامی عراق به دولت اسلامی عراق و شام تغییر داد که اگه مخففش کنی میشه همون داعش. منظورشون هم از شام همون سوریه بود، چون تو دوران خلافت اسلامی به سوریه سرزمین شام میگفتن. نیروهای داعش بلافاصله بعد از اعلام حضور رسمی تو عراق و سوریه به لطف رهبری بغدادی و فرماندهانش تو کمتر از 1 سال با سرعت برق‌آسایی موفق شدن بخشای زیادی از سوریه و عراق رو اشغال کنند. بغدادی تو این حین سریعاً پیام صوتی رو از خودش منتشر کرد و گفت ارتش اسلامی در حال تصرف سرزمین‌های وسیعی از سوریه و عراقه و من از جوانان اسلام میخوام هر جای دنیا که هستن به اینجا بیان و به ما بپیوندن.
تو این حین که سرزمین‌های دو کشور در حال سوختن از خشم نیروهای داعش بودن، یه دختر آمریکایی به اسم کایلا مولر تو شهر حلب سوریه به عنوان فعال حقوق بشر مشغول به کار بود که با وخیم شدن اوضاع سعی داشت از سوریه خارج بشه و به ترکیه بره، اما گیر نیروهای داعشی افتاد و اونو بعد از رو بودن تحویل بغدادی دادن. ظاهراً کایلا یه 2 سالی تحت اسارت بغدادی بوده و اون به همراه فرماندهانش مدام ازش سوء استفاده جنسی می‌کردن تا اینکه تو سال 2015 خبر مرگش اومد. آمریکا میگه نیروهای اسلامی کشتنش، اما داعش میگه تو یکی از بمباران‌های نیروی هوایی آمریکا کشته شده. حالا دیگه قضاوت با خودتون. اسم کایلا مولر هم به این خاطر آوردم چون جلوتر یه سری مسائل بهش مربوط میشه و بازم کارش داریم، وگرنه که چندین اسیر خارجی دیگه هم هستن که تو این درگیری‌ها قربانی شدن. در حین این گیرودارها بغدادی سومین ازدواجش رو هم به ثبت میرسونه. در واقع اگر سجاداللیمی رو که 3 ماه بیشتر باهاش نبود و حساب نکنیم، میشه گفت دومین زنش رو تو سال 2013 میگیره. ماجرای دومین ازدواجش هم از این قراره که وقتی آوازه بغدادی و داعش تو سراسر جهان پیچید، یه زن سوریه‌ای به اسم عایشه که همسر سابق یکی از فرماندهان سوریه‌ای بود و بعد از کشته شدن شوهرش تو عربستان زندگی میکرد، فکر میکنه تو حکومت اسلامی حلوا خیرات میکنن و سری داوطلبانه به سوریه برمیگرده تا زن بغدادی بشه. یه سالی از اعلام حضور رسمی داعش نگذشته بود که اونا به سرعت نیمی از سوریه و بخشای شمال غربی عراق رو به تصرف درآوردن. اوج قدرت بغدادی زمانی رخ داد که نیروهاش تو تاریخ 10 ژوئن 2014 شهر موسل، دومین شهر بزرگ عراق رو تصرف کردند و بعد از اون برای اولین بار تو تاریخ 4 ژوئیه 2014، یعنی 24 روز بعد از تصرف شهر، بغدادی تو مسجد جامع موسل مقابل دوربین‌ها حاضر شد و خودشو به عنوان خلیفه مسلمین معرفی کرد. این لحظه به یکی از نقاط عطف تو تاریخ داعش شناخته میشه و اون زمان مدام تو رسانه‌ها در حال تبلیغش بودن. ویدیویی که بغدادی رو در حال سخنرانی برای عده‌ای نمازگزار نشون میداد که در انتهای سخنرانی سعی داشت پیامی رو به مسلمانان تمام جهان برسونه. اون میگفت من خلیفه جدید شما هستم، هرچند بهترین شما نیستم، اما اگر مرا برحق میدانید به من یاری دهید. بعد از این سخنرانی معروف بود که دولت خودخوانده داعش شهر رقه رو به عنوان پایتخت انتخاب کرد و از سراسر جهان مسلمانان به طرف حکومت اسلامی جدید سرازیر شدند. سلفی ها و مسلمانان افراطی از اینکه بعد از امپراتوری عثمانی یک بار دیگه شاهد ظهور خلیفه جدید هستند، کلی کیف می‌کردن و دسته دسته به صفوف نیروهای بغدادی اضافه می‌شدند. تو لحظه‌ای که بغدادی خطبه نماز رو ادا می‌کرد، اعضای خانواده‌اش یعنی زنها و بچه‌هاش تو رقه سوریه زندگی می‌کردن، ولی بعد طبق گفته زنش به موسل پیش بغدادی منتقل شدن. تو مصاحبه شبکه العربیه زنش و دخترش میگن ما میدونستیم بغدادی حالا به یکی از مهره‌های کلیدی دولت اسلامی تبدیل شده، اما وقتی فیلم سخنرانیش تو تمام شبکه‌ها پخش شد ما با دیدنش از تعجب شاخ درآوردیم، چون اون حتی به ما هم نگفته بود که رهبر داعشه. یعنی اونطور که ادعا میکنن خودشون هم تو سال 2014 فهمیدن این بابا چه مارمولکیه. حالا وقتی بغدادی از مسجد برمیگرده به خونه جدیدش تو موسل، میگه ای بابا اینطوری که نمیشه، خیر سرم، من خلیفه مسلمینم. سنت پیامبر میگه تا 4 تا زن میتونید بگیرید، من کلا 2 تا بیشتر ندارم که. پس اینجاست که همسر سومم وارد زندگیش میشه. خداییش همسر سومم نمیشه بهش گفت، به این یکی باید بگیم بچه سوم، چون کلا 14 سال بیشتر نداشته. شبکه العربیه حتی با این زن سومش هم مصاحبه کرده. ماجراش اینطوریه که بغدادی یه دستیار به اسم عبدالله زوبیی داشته که مسئول حمل و نقل بود. این بعد از سخنرانی میاد به بغدادی میگه من دختر 14 سالم نور ابراهیم رو حاضرم به عقدت در بیارم. بغدادی بزرگوارم منت میذاره سرش، میگه باشه دیگه، چون تو گفتی و چون منم دل رئوفی دارم رو تو زمین نمیندازم. از این بدترش اونجاییه که نیروهای داعش با تصرف موسل به روستاهای کردتبارش حمله میکنن و با نسل‌کشی مردها حدوداً 7000 زن و دختر بچه رو به عنوان غنیمت جنگی به اسارت میبرن که از این بچهای کم
کم سن و سال 10-12 تاش میرسه به بغدادی. دیگه رسما حرمسرا به راه انداخته بود. این ور 3 تا زن شرعی با 10 تا کنیز از دختران ایزدی رو هندل میکرد. اون برم همزمان به اسرایی مثل کایلا مولر رسیدگی میکرد. مسئله وقتی دارکتر میشه که دخترش امیمه میگه بابام منو مسئول قرعه کشی کرده بود و هر شب بین زنها و کنیزاش قرعه کشی انجام میدادن تا مشخص شه کی قراره بره و شبو باهاش بگذرونه. این زن اول بغدادی که اسما محمدی باشه تو مصاحبه ای که ازش 8 ماه پیش منتشر شد خیلی خودشو مظلوم و قربانی ماجرا جلوه میداد، اما تمام این 10-12 تا دختر ایزدی ازش شکایت کردن و تو مصاحبه هاشون گفتن این زن از خود بغدادی بیشتر به ما ظلم کرده و تا میتونسته کتکمون زده و کاملا با داعش هم دست بوده. همین 4 ماه پیش هم شورای قضایی عراق بعد از کلی تحقیق اسما محمد رو مقصر شناخت و حکم اعدام رو براش صادر کرده. 4مین همسر بغدادی هم یه زن چچنی الاصل بود که 1 سال بعد از این ماجراها یعنی تو سال 2015 گرفتش. دیگه از همین دورانه که دردسرهای جدید داعش و خلیفه مسلمین شروع میشه، اینطوری که تمام کشورهای منطقه و سرویس‌های اطلاعاتی جهان زوم میکنن رو شکار بغدادی و نابود کردن تر و تشکیلاتش، چون با این سرعت که داشت رشد میکرد اگه جلوشو نمیگرفتن شاید حتی تصرفاتشون یه روزی به غربم میرسید. هرچند که تو همین حین مسلمانان افراطی تو اروپا کلی عملیات تروریستی انجام داده بودن و حتی غربم از شرارت‌هاشون در امان نبود. خلاصه از اونجایی که دولت اسلامی با اون حد از جنایاتش یه تهدید جهانی محسوب میشد، همه کشورهای منطقه دست به کار شدن تا این غده سرطانی رو از خاورمیانه پاک کنن. در حالی که نیروهای نظامی از طریق زمینی شهرها رو آزاد میکردن، هواپیماها و جنگنده ها هم از طریق هوایی مواضع داعش رو از بین میبردن و هر بار که بغدادی منطقه‌ای رو از دست میداد یا یکی از فرماندهانش کشته میشدن به شدت وحشت میکرد. خانواده‌اش گفتن خیلی آدم محافظه‌کار و جوندوستی بوده و چون از پهپادها وحشت داشت نه تنها خودش بلکه اجازه نمیداد حتی 1 نفرم بدون اطلاع پاشو بیرون از خونه بذاره. فقط مثل بن لادن یه دستیار 23 ساله جوون به اسم منصور داشته که اون تمام کارهای مربوط به بیرون رو انجام میداده. از سال 2015 تا 2018 در حین اینکه داعش روز به روز شهر از دست میداد، چند باری هم مقر بغدادی و فرماندهانش مورد شناسایی قرار گرفت و بعد از بمباران مقامات کشورهایی مثل روسیه و آمریکا با افتخار اومدن گفتن ما تونستیم بغدادی رو از بین ببریم. اما یه مدت بعد دوباره سرکله خلیفه پیدا میشد و میزد زیر کاسه کوزشون، چون تمام مخفیگاه‌ها و خونه‌های بغدادی طوری ساخته میشدن که در برابر بمباران تا جای ممکن مقاوم باشه، زیرش هم کلی تونل و راه مخفی تعبیه میشد تا بتونه به راحتی فرار کنه و این رازی بود که آمریکایی‌ها بعداً بهش پی بردن. خانواده حق نداشتن حتی تو حیاط یا باغچه برن مگر اینکه مشکل پزشکی چیزی پیش بیاد، که اونم به این صورت بود که اول یکی از محافظان مورد اعتماد بغدادی میومد تو خونه چشمبند میزد به اون فرد مریض، میبرد دم مثلا درمونگاه چشمبندشو باز میکرد. دوباره وقتی کارش تموم میشد چشمبندو میبست تا برسه دم خونه. در واقع به جز خود بغدادی نه زنهاش و نه بچه‌هاش هیچ کدوم نمیدونستن که به صورت دقیق اصلا کجا دارن زندگی میکنن. بغدادی چندین مخفیگاه و مقر تو این 3 منطقه داشت و هر زمان که احساس میشد جونش در خطره بلافاصله به یه مخفیگاه دیگه حرکت میکردن. شرایط به همین منوال گذشت و دولت اسلامی مواضع خودش رو از دست داد تا اینکه تو سال 2018 نفسهای داعش به آخرش رسیده بود. انگار که خود بغدادی هم میدونست که دیگه کارش تمومه و عراق و سوریه برای خانواده امن نیست. پس تمام زن و بچه رو جمع کرد، از بوکمال دیرالزور به ادلب سوریه برد و از اونجا همشون رو از مرز عبور داد تا برن ترکیه، فرایندی که 6 روز طول کشید. نکته جالب توجه اینه که بغدادی لحظه آخر تصمیم میگیره اسما محمد و نور ابراهیم رو به همراه یه سری از بچه‌ها بذاره برن، اما زن سوری و چچنی رو دوباره با خودش به مخفیگاه برمیگردونه. حالا دقیق مشخص نیست که چرا این تصمیمو گرفته. شاید چون به اسما و نور اعتماد نداشته این کارو کرده، شاید هم چون میدونسته دیگه داعش به آخرای خط رسیده و منطقه امن نیست، از روی دوست داشتن این کارو کرده تا زنده بمونه. اما هرچی که بود بغدادی به همراه 2 تا از زنهاش و چند تا بچه دیگه برمیگردن به استان ادلب و تو روستای باریشا ساکن میشن.
سال 2019 که دیگه داعش توانی برای ارزاندام نداشت، تمام کشورهای حاضر تو منطقه در به دنبال بزرگترین تروریست تاریخ معاصر یعنی ابوبکر البغدادی بودن تا شکارش کنن. اما پیدا کردن بغدادی مثل سوزنی تو انبار کاه میموند و به این راحتی ها نمیشد گیرش آورد. تازه اگر شما ردش هم میزدی خیلی نمیتونستی امیدوار باشی که بتونی بکشیش، چون اون بارها نشون داده بود قبل از اینکه کوچکترین آسیبی ببینه فرار خواهد کرد. پس در حین اینکه تمام سازمان‌های اطلاعاتی مشغول جستجو بودند، مأمورین سیا موفق شدن یکی از افراد نزدیک به رهبر داعش رو گیر بیارن. بازجویی اعتراف این بابا نشون میداد که بغدادی تو یکی از روستاهای استان ادلب سوریه پنهان شده. اما تو اون سال استان ادلب کانون درگیری‌های بزرگ به حساب می اومد و قدم گذاشتن تو اونجا مثل این میموند که دستی بری تو دهن شیر. بنابراین لازم بود که تحقیقات زیادی صورت بگیره و بعد که از مخفیگاه بغدادی اطمینان حاصل شد، حالا بشینن تصمیم بگیرن که عملیات چطوری باید انجام بشه. به همین خاطر 2 جاسوس به منطقه اعزام شدن. این مأمورین بعد از روزها زیر نظر گرفتن خونه مورد نظر با دوربین‌های شکاری، به یک بار مردی با ریش بلند دیدن که از خونه به شدت مستحکم و امنیتیش بیرون اومده و با یه اسلحه تو دستاش داره به اطراف سرک میکشه تا اوضاع رو رصد کنه. جاسوسین حاضر تو منطقه وقتی بیشتر دقت کردن، در کمال تعجب متوجه شدن که نه، مثل اینکه این واقعا خود ابوبکر البغدادیه. پس بدون فوت وقت پیام رمزنگاری شده‌ای به سازمان سیا ارسال شد که سوژه مورد نظر پیدا شده. حالا سازمان سیا بعد از 5 سال جستجوی بیوقفه به هدفش رسیده بود. پس سری این موضوع رو با رئیس جمهور وقت آمریکا که دونالد ترامپ باشه در میون گذاشتن و جلسه اضطراری تشکیل شد. جلسه ای که توش مقامات بلندپایه‌ای مثل مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا، مایک پنس معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان سیا جینا هاسپل حضور داشتند. به محض اینکه جلسه شروع شد، ترامپ شروع به حرف زدن کرد. الان فقط یه موضوع مهمه، اونم این که چطور باید بغدادی رو بکشیم. جز این نمیخوام راجع به مسئله دیگه ای حرف بزنم. بعد حاضرین در جلسه هر کدوم نظرشون رو حول محور این مسئله مطرح کردن. اولش تصور همه بر این بود که خب طبیعتاً باید یه پهپادی جنگنده‌ای چیزی اعزام کنیم تا سریع و بی دردسر خونه رو بمباران کنه. درست همونطور که زرقاوی رو کشتیم. تا اینکه یکی از افسران جلسه که تو سوریه هم حضور موثری داشت، دیدگاهی رو مطرح کرد که نظر حاضرین در جلسه رو به چالش کشید. اون گفت در طول این 5 سال ما و حتی کشورهایی مثل روسیه بارها تونستیم مخفیگاه بغدادی رو شناسایی کنیم و بعد اونجا رو بمباران کنیم. اما اون هر بار تونسته جون سالم به در ببره. چرا؟ چون خونه هایی که بغدادی توشون ساکن میشه به شدت مقاوم ساخته میشن تا در صورت بمباران آسیب زیادی نبینه. علاوه بر این زیر خونه ها تونل ها و مخفیگاه هایی رو قرار میدن تا در صورت وقوع حمله اون بتونه از طریق تونل ها و مخفیگاه های زیرزمینی فرار کنه. افسر نظامی پیشنهاد میده که به جای عملیات هوایی از کماندوهای دلتا فورس استفاده بشه، چون هم مطمئن‌تره و هم شانس کشتن بغدادی رو بالا میبره. اما فرستادن نیروی ویژه به منطقه خطرناک مثل ادلب سوریه هم یه مقدار ریسک پذیر بود. به همین خاطر تمام حاضرین در جلسه به فکر فرو رفتن. ترامپ که اینو فرصتی مناسب میدید تا ازش تو انتخابات آینده بهره برداری کنه، درست همونطور که اوباما از شکار بن لادن بهره برداری کرده بود، سکوت جلسه رو شکست و گفت همین که این بابا میگه درسته. ما باید دست به ریس بزنیم تا تهدید بزرگ برای آمریکا و غرب رو از سر راهمون برداریم. و از این لحظه بود که عملیات شکار خطرناکترین فرد جهان شروع شد. اسم این عملیات رو به یاد اون فعال حقوق بشری که مورد آزار قرار گرفت و کشته شد گذاشتن عملیات کایلا مولر. با گرفتن چراغ سبز از ترامپ، نیروهای دلتا و سازمان سیا دست به کار شدند. گروه عملیاتی دلتا فورس یکی از زبده ترین و کارکشته ترین واحدهای ارتش آمریکا محسوب میشن که اصلا آموزش دیدن تو عملیات‌های ضد تروریستی و نجات گروگان و مأموریت‌های به شدت حساس وارد عمل بشن. به زبون ساده اگه بخوام بگم، هر زمان که آمریکا به مشکلی بر بخوره، آخرین امید کماندوهای دلتا فورس است
میخواستن که بیان و نجاتش بدن. تو همین حین ماهواره‌های اطلاعاتی کارشون رو شروع کردن. تمام جوانب امنیتی و محیط‌های اطراف مخفیگاه کاملا آنالیز شد. مثلا اینکه چند نفر از خونه محافظت میکنن، از کدوم قسمت خونه دلتا فورس باید عملیاتش رو شروع کنه، تروریستا از چه نوع سلاح‌هایی استفاده میکنن و اگر مثل همیشه بغدادی سعی کرد از مخفیگاه‌ها و تونل‌ها فرار کنه، اون وقت باید چه اقدامی رو انجام بدیم. همینا خودش چند روز طول کشید تا اینکه 2 هفته بعد یعنی 27 اکتبر 2019 ساعت 12:02 بامداد بالگردهای شینوک و هلیکوپترهای بلک هاوک از پایگاه هوایی عین الاسد عراق، همون جایی که جمهوری اسلامی دیماه سال 98 بهش موشک زد، به طرف ادلب سوریه شروع به حرکت کردند. فقط یه نگرانی بزرگ وجود داشت و اون این بود که آسمون شهر ادلب تحت محافظت سیستم دفاع هوایی روسیه قرار داشت که میتونست واسه شون گرون تموم بشه. جدای از این، منطقه پر بود از نیروهای داعشی که اگر هواپیماها رو میدیدن بدون شک سعی میکردن ساقطش کنن. اما در نهایت هر طور که بود با یه مقدار چاشنی خوششانسی بدون شناسایی به محل مورد نظر نزدیک شدن. ساعت 1:30 بامداد بود که نیروهای دلتا کم کم از دور میتونستن مخفیگاه بغدادی رو ببینن. در این حین بالگردها به 4 دسته تقسیم شدن و حدود 80 کماندو رو تو 4 طرف خونه پیاده کردن تا راه فراری نباشه. و چون امکان این وجود داشت که در اصلی تله‌گذاری چیزی توش انجام شده باشه، دلتا فورس از قبل برنامه داشتن که با احتیاط دیوار پشتی خونه رو منفجر کنن و از اونجا وارد بشن. به محض شنیدن صدای انفجار 5 تروریست اسلحه به دست از خونه بیرون اومدن و شروع به تیراندازی کردن تا بتونن برای خلیفه‌شون زمان واسه فرار بخرن. ولی خیلی طولی نکشید که همگی کشته شدن. یه تعداد زن و بچه هم به حالت تسلیم شده بیرون اومدن و خودشون رو نجات دادن. اما حدوداً ساعت 2:30 بامداد وقتی دلتا فورس وارد خونه شد، هر کسی رو که قصد مقاومت داشت از سر راهش برداشت. تو همین درگیری ها بود که پسر نوجوان بغدادی به همراه زن چچنی و سوریه‌ای کشته شدند. بعد از آروم شدن اوضاع، کماندوها تمام خونه رو زیر و رو کردند، اما خبری از بغدادی نبود که نبود. کم کم داشتن ناامید می‌شدن که سگ همراهشون کانون جلوی یه تونل مخفی وایساد و شروع کرد به پارس کردن. آمریکایی‌ها بعد از تمرکز روی اون نقطه تونستن تونل رو پیدا کنن و کانون رو بفرستن تو. در حالی که بغدادی به همراه 3 تا از فرزندانش تو تونل مثل موش آب کشیده شده بودن، سگ شکاری به طرفشون حمله ور شد. اما رهبر پرآوازه داعش که دیگه میدونست راهی برای فرار وجود نداره، جلیقه انتحاری خودش رو منفجر کرد و خودش و 3 تا از بچه‌هاش همزمان از بین رفتن. کانون هم یه کوچولو آسیب دیده بود که کماندوها از زیر آوار بیرون کشیدنش و تحت درمان قرار گرفت. بعد هم که آزمایش‌های دی ان ای و بیومتریک روش انجام شد و هویتش به اثبات رسید و بغدادی هم مثل خیلی از تروریست‌های شرور دیگه به زباله‌دان تاریخ پیوست. در آخرم کماندوها سریعا هر پرونده و فایل ضروری که تو خونه بود و جمع کردن و بار زدن تو شینوک‌ها و از منطقه دور شدن. ترامپ که تا حالا یه همچین چیزایی رو ندیده بود، تو اتاق جلسه کیف می‌کرد و فرداش با افتخار عکس کانون رو توییت کرد و گفت این سگی بود که کار رهبر داعش رو یکسره کرد. جالبه که تو همون سال آمارگیری کردن و دیدن بعد توییت ترامپ فروش نژاد کانون تو آمریکا چندین برابر شده. و اما اسما محمد، نور ابراهیم و دختر بغدادی امیمه به همراه 8 نفر دیگه 2 هفته‌ای بود که تو دنیزلی ترکیه مخفیانه زندگی می‌کردن که سرویس‌های اطلاعاتی ترکیه اومدن بالا سرشون و همه رو دستگیر کردن و به دولت عراق تحویلشون دادن. بعد از دستگیری همگی تحت بازجویی قرار گرفتن و یه سری مصاحبه‌ها باشون انجام شد که این مصاحبه‌ها یکی از مهمترین منابع ما برای ساخت این ویدیو بود. و در آخر بگم که ما یه پلیلیستی از شکار و کشته شدن افراد مهم و تروریست‌های مطرح جهان رو داریم میسازیم که لینکش رو هم تو کامنت اول پین میکنم و هم تو بخش پایانی ویدیو قرار میدم تا اگر دوست داشتین به اونا هم یه سری بزنید. مرسی از اینکه ما رو تا انتهای ویدیو همراهی کردید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. نظراتتون رو این زیر برام بنویسید تا تو کامنت ها با هم دیگه گفتگو کنیم.